پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند صبر و شکیبایی در اولی مصیبت شایسته است. حدیث متفق علیه. از آیت 155 سوره بقره معلوم می شود که خداوند ما را با انواع بلاها و مصیبتها و پریشانیها امتحان می کند و در آن ما را به صبر تشویق کرده بشارت به جنت می دهد. صبر حقیقی و قابل ستایش که اجر و پاداش بزرگی را دارا است، این صبر کردن در اول مصیبت است. لحظه های اولی که با مصیبت روبرو می شوی. واقعا در سختی ها و مصیبت ها صبر کردن از صفت های پیامبران الله است و الله متعال همراه صبر کنندگان بوده آنها را دوست می دارد. بیشک هر نیکی و بدی از جانب الله متعال فیصله می شود و انسان همه وقت در یک حالت باقی نمی ماند. زندگی پستی و بلندی دارد. روز انسان را شاد و دارای نعمت می بینی و روز دیگر غمگین و مصیبت زده و بیچاره و پریشان می یابی. بنابراین انسان همواره خود را برای استقبال از هر نوع مصیبت ها و پریشانی ها آماده کند. به هنگام مصیبت صبر کرده اجر و پاداش آن را از الله متعال طلب نماید. متن عربی حدیث چنین است: عن انس رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى متفق عليه.